درود دوستان، MG2 هستم. خوش اومدید به شوکیس دهم. امروز میخوام بریم سراغ مسابقه اوسوس و نیو دی، بریم که تسکا رو انجام بدیم و ابجکتیوا رو بگیریم و این مسابقه رو هم اتمام برسونیم. میریم سراغ مسابقه. همین اول کار تسک اول اینه که باید تانت انجام بدیم یا همون شاخشونه کشیدن برای حریف با دکمه راست روی دیپد. با هر کدوم از اوسا که هستی دکمه راست رو بزنید و این تسک اول. تسک بعدی این که باید با سلاح 3 تا بزنید به روی نیو دی که بعد از این رینگ بریم اینجا ورداریم 3 بار باید بهش صدمه برسونیم با زبده، مربع یا دایره، فرقی نداره. بریم بزنیم و برگردیم. خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و با این کار از ما حمایت میکنید و اگر هم که سابسکرایب کنید واقعا ممنون میشم تا ویدیوهای بیشتری بذاریم. از شوکیس داره روز به روز شوکیس هم تموم میشه و این شوکیس دهمه. چند تا شوکیس بیشتر نمونده که ما بخش شوکیس رو تموم کنیم. اگر هم مسابقه درخواستی داشتید از بخش گزارش فارسی توی کامنت هر ویدیویی بنویسید ما اون رو اجرا میکنیم. حالا بریم سراغ ادامه مسابقه. هنوزم یکی نزدم با اسلحه ها. حالا اینجا برمیداریم و یکی میزنیم به وود. اگه دوباره هم بتونیم بزنیم خوبه. یکی هم زدیم و آخریش نشد. مسابقه اوسا و نیو دی یکی از بهترین مسابقات تگ تیم WWE شده بود اون زمان. خب حالا ما زدیم و بعدی تسک بعدی این که باید یک سیگنیچر بزنیم یا همون آرد مربع فینیشر دوم که برای جیمی اوسو کنم سوپر کیکه. حالا باید بیاد بالا اگزاویر وودز تا بتونیم بزنیم بهش. خب اینجا بلند میکنیم و آرد مربع سوپر کیک میزنیم به بیگی و تسک بعدی انجام میشه که نوشته با جی اوسو باید توی رینگ زبدر بزنیم به بیگی. حالا ما روی جی هستیم چجوری این کار کنیم؟ با تاچ پد روی دسته رو میزنیم و میریم روی جی اوسو که بعد روی بیگی یک زبدر بزنیم تا فکر کنم بره برای کاتسین. حالا من دکمه روی ایکس باکس یا کامپیوتر نمیدونم ولی روی پلی استیشن با تاچ پد این اتفاق میفته که میزنیش و می روی هم تیمیت. حالا اینجا هیدر تغییر میدیم خودمون تا بیگی بیاد بالا یک زبدر بزنیم و اینجا خودش میره توی کاتسین. حالا رد میکنیم کاتسین رو دوباره میریم سراغ تسکای بعدی. تسک اول اینه که مثل تسک اول بازی که باید با اسلحه آسیب برسونی 5 بار این دفعه باید بزنی و تسک دوم این که باید صندلی رو چر برداری از زیر رینگ و با دایره پرتاب کنی به سمت بیگی یا اگزاویر وودز. 2 تا تسکا با اسلحه هستن، یا میتونی با کنداکسل بزن یا با چر. حالا اینجا نذارید بازی به اتمام برسه، بعد کامل تسکا رو انجام بدید تا شخصیت ها، کمربنده ها و حتی آرنا این شوکیس هم به شما بده. حالا اینجا بعد بریم بیاریم از زیر رینگ چیزی. خب اینجا ما اسلحه برداشتیم. حالا میریم سراغ زدن. 5 بار باید با اسلحه بزنیم بهشون و 1 بار هم باید صندلی رو پرتاب کنیم تو صورت بیگی یا اگزاویر. حالا بریم انجام بدیم این 2 تا تسک رو برگردیم. Attacks one after the other, making it difficult to regain any composure. Talking to Xavier, he told me that one thing the Usos have taught us is that we have to embrace a more lawless culture here in WWE. A more lawless culture in this. این هم از تسک دوم و حال میریم سراغ تسک بعدی که باید بزنیمشون تا اون نوار بالا پرشه
تسک راحتیه. میبینی که با جی دارم ایگزاویر رو میزنیم. حالا شما فکر کنم دوتاش فرق نداره. حالا ایگزاویر رو که میزنیم و تسک بعدی با جیمی باید دقیقا مثل جی اوسو با جیمی بیگی رو بلند میکنه با زب در بهش میزنیم. دقیقا مثل این تسک جی اوسو. حالا باید بیگی رو باز بیاریم دوباره بالا. فکر کنم بازم بعد این تسک به کاتسین بریم. حالا بذار ببینیم بیگی کی به بالا میاد. خب اینجا بیگی رو بلند میکنیم با دکمه زبدر. دوباره میره توی کاتسین. حالا ببینیم مسابقه تموم میشه، هنوز ادامه داره و بله انگار مسابقه به اتمام رسید چون نمیشه کاتسین رو رد کرد و این پایان این مسابقه بود. مرسی که این شوکیس دهم با ما همراه بودید. داره شوکیس ها به اتمام میرسه و خیلی ممنونم که تا این قسمت هم نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم بذارید اگه هر ویدیوی خاصی از هر بازی، از مسابقات گزارشگری کشتیکش، شوکیس، ساخت آدما، حتی جی تی ای و پی اس کامنت بذارید و ما در اسرع وقت براتون ویدیو رو میذاریم. خیلی ممنون. کاتسین رو ببینیم و بریم ببینیم چه چیزایی رو به ما داد. And Woods now down. And trying to still fight back. What heart from Xavier Woods. That heart may not have much more fight left. Jimmy and Jay back up to the top. One more time. Uso splash in stereo. The cover. The Usos win the tag team titles. Here are your winners and the new SmackDown Tag Team Champions, the Usos! خب اینجا اوسا بردن و 2 تا شخصیت از نیو دی، 2 تا از اوسا و یک کوفی کینگستون داد کارمند اسمکدان و آرنا هل این سل. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. کامنت و لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی بدرود.